Salam dostan, rozi mən sarmışad magazin kosmetika. Animi antijire griftam bomdam. Dostan духовкой не тоза کنم. اینجا یعنی средства های برای تازگی. Antijir شری نفسی بیرم ما با نرخش 149 aksiye باشد 124 روبل میشد. اینشه نکی زیکامر استفاده نبرده من اینم نغزه شما نیت قیمت 599 روبل. یا بار گرفته گیردم راستی کرد واسه فقط انمی میگیرم چه استفاده نبردیم من بانش دیله یعنی کاوروف من 199 روبل با عکسی که گرفته بودم بالاش بخی میزدگی دارشو گرفته بودم از این خیلیش مونده است یعنیش برای خیلی آدمایی که گربه و کوچکو دارن پلاساشون بنی که من تماما هم خیلی چیزای حیوانای خانگی به حد شوم میبینم تماما ناز نمیبینم راست که این برای شامپونش برای گلیم شویی ها به حد اینم نه من این بهاری گذشته گرفته استفاده برده بودم یعنی پتاشو شروع میکنه می داغای سفیده شروع میگیرد انا می استریت من اینجا استریت پال یعنی پال با آب همراه کرده یعنی پالای میشویی میها بودش هم شروع میکنه شروع تازه میکنه 199 سوم کلانش 119 سوم مایده هاش من این مایده چشم بسیار میگیرم استفاده می‌کنم اینجا باشد لینار همه لیناری باش بهترین من استفاده می‌کنم 179 روبلش دست کلانش از این گرفتگی تماما باش نید برای بچه‌ها گرفتگی بودم تماما باش ما با مخول نشد خیلی دیگه من خیلی راضی گرفتم و هم باش مخول نشد همه ناز کی لینار استفاده برد من نوشتم دیگه که من در بگی چه استفاده می‌کنم چه خیلیش ناز من بسیارتر اهمی استفاده می‌کنم راستی که باید نمیگیرم برای اینکه حالی ماشینکی من حاضره نیه این زمانش نه ماشینکای پیش نبودم برای همین ایها استفاده نمیبرم فقط همین لینار پرشاک انمون تایید استفاده نمیبرم همین لیناره تماما این خلقای استفاده نمیبرم سنی بلیزنه استفاده نمیبرم بلیزنه پرشاکش این باس گرفتم خیلی مخول نشد سنی این بلیزنه میگیرم کم همراه میکنم یعنی چیزی که سفید به ماشین که به همراه نمیکنم راستی که من یعنی تقریبا عدیلنه ترکرم مونده بعد شده میگیرم من میخوای بلیزناکی اینجا اسفیجیتلا نگاه کنید نرخش چقدر قیمت 179 روبل با اکتیک 55% کیت که بوهای بوی این خیلی انی وای نقص انی مگزنی فیکس پرایس من اندیجی گرفته آمدم امروز سر میکنم همین یعنی دخابکای تازه کنه نگاه کنید یعنی دخابکا خیلی روغن شده است یک روز من میهمانی رفته بودم مرغ زگتافکا رفته بودم که گفتم ساعت نگاه کنم دیر شده بود شوهرم تلفن کرد گفتم همون مرغ تفتم مانی تامن رفتنه من راستی که بیا فالگم باشم که مخصوص موز پاکتون بزنم که خیلی دخابکا رسوان نشود و شوهرم گرفته نه همون تو ده کرینو موندیا رسواش داد راستی که من ایتیاد میکنم برای اونکه خیلی هممون میدونیم چقدر شهر مسافرینده کار کنی قین پولیاوی قین برای همین من راستی که ایتیاد میکردم کار میکنم خیلی هم خشته است این خواستم امینه تازه کنم من گرده کاشه یعنی کنم آسان میشه کنم من زده میبینیم یعنی ریزولتاتش که چخیل میشه که آبش شدم رو زرد شده راستی که پریچاتکه که نه از پریچاتک میکنم شداستی که برای اینکه اینه ویش بلند چگو خیمیش بلند دسته بند کنه رسوا میکنه برای همین باید اگه پریچاتکه پشت تازه کنه به هم راستی که بوشم بیزید من نگاه کنه چقدر گیته فردام داست چیرکه من روغنایی دخابکایه من بار دیگه یعنی تازه کری بار دیگه زدم در کار من کنید چقدر شروع تازه میکند یعنی حاجتی خیلی سیمک تراشک نده میزنیموش میگیریم کارمای آسان میکند من علاقه همش فردامه با شروع تازه میکنم من میبینیم که کنی چقدر تازه میکنه درسته که یک بار دیگه تازه کردم یک بار این پیش تازه کردم این خیلی بعد روغنی بعد بسیار نبود برای اینکه من تماما مرغ مونم میگم چیه میخواد میپختگی روغندار مونم من باشه همه وقت میپوشم که برای اینکه هم خیلی رسوای بعد نشود
برای همین کنی یک تازه میکنیم میبینیم اوزیر یعنی چقدر تازه میشه. اونا یک طرفش نگاه کنید سرمو با اونا مایده چه مایده سختاش موند. اونا یه بار دیگه پاکر گیرم یه بار دیگه میزنیم میبینیم که همه هاشم میگیرن مینه که من دو خودش تازه کرو میگه با یک دوتا من دانچه سیاه من جاهای تازه کرد یه بار دیگه زدم که میبینیم که با تاخیره چقدر تازه میکند. راست دیگه به متریالای تفتان من فکر کردم که تراشیگره یعنی سیمکاکی خیلی سیراش میرد لیستش هم میخونی خودشم چند بار که یعنی سیمکی تراشی هم یک خیلی میستاد است. من یعنی بودو شدی تازه شدگیش نمیشد. من اینجاش سخت بود از راستی کم نرفت تازه باید با سیمک میزنم. راستی که من یکم خیلی سخت چرکینی روغندار بوده که یکم شدگی نبودم برای آنکه من تست تازه میکردم تست پاک میکردم تازه میکردم خیلی سخت نی خیلی روغنی بد نبود پاک کردم میگرفتم شروعیسته من اوزیر خیلی روغنی سخت شد برای همین با تنبالی بعد پختنی مور دیدم که رسوا بود با ویدیو گرفتنم بکه بود یک دوبار ویدیو گرفتم برای همین اینهاش با روغنای سوخته سخت شد. یکی شاورم گفتن که اول تازه کن گفتن من هم راستی که ویدیو با شده تازه نکردم و میخوای روغنش سخت شد اپتیکنده خیلی داروهای برای تازه کنی یعنی میخوای دخابگی و دیگا انشالله من میخرم از این نامش یادمنده نی. من لیستای تفتانم خواستم همه انتیژیر که من پس نمیبرم راستی که تازه میکنم سیمک تراش نمیکنم و همه انتیژیر زده میمونم و آمده برای آنکه اگر این چه باید رقمی کوخنی بکنیم یک اونجا به همین انتیژیر رسد همون جا داغ میشه مثلا بگیم سلافان می بالاهای استاد برای همین من فقط وانه میکنم. من از لیستای تازه میکنیم که نبینیم که لیستای چقدر تازه میکنم که من پستاین تازه میکنم لیستای خوش را تازه میکنم. من نگاه کنید لیستای چقدر خوش را تازه کرد تماما داغ هم نمیماند گرداش چقدر داغ میزند خوش را تازه میکنند من گردکای دخابگایم سیمکاشم سفیدی نکنی خوش رو کرد من این بود یعنی رزولتاتی انتیژیر گرفته استفاده برید به حد نقص. من سراسی ما بیتر ترسیم راستی گفت برای آنتی ویدیو گرفته گفتم یوتیوبه برای پخت من امروزه یعنی ولاگی من و انشالله ویدیوهای بهتر میشه باقی در پناهی خدا باشید دوستان.